کسایی که در اردوی ملی هستند، کسایی که در پلیس هستند، کسایی که در گارد هستند، چی خاص باشه چی عام باشه، کسانی که جواسیس، وزارت دفاع، وزارت داخله، اینا همه ارگانایی است که در موالات با این نظام قرار دارند. در این مطلقاً تفریق نیست از وزیر تا و چپراسی سری وزارت خانه ها گرفته. اینا خیلی خوب دیگه متوجه باشد. ولی ما به این خاطر اعلان میکنیم که اینا برحذر باشند. اینا در کفر واقع هستند، اینا کافر هستند، اینا مباح الدم هستند، مباح المال هستند، در این منطقه قرار گرفتن. اینا شمشیرشون علیه اسلام است و هیچ عذری قبل از ما گفتیم قرآن برای اینا هیچ عذر برشان نگذاشته، هیچ عذر برشان نگذاشته که اینا عذر بگن که ما به خاطر دنیای کار کردیم، ما به خاطر درهم و دینار ریال و دلار را کار کردیم. همه الله عزوجل همه بالا همه عذرها چی میکنه؟ الله عزوجل خط شریفا میکشه. نه، این عذرها متخذ مورد قبول نیست در مسائل که مربوط به اصل دین. دارها